3 بار اگر میگد زن دوگانی کند با او دیگر همخوابگی درست نبوده و او سویتای میشید است، نه سویتای نمیشود. یعنی 3 بار دوگانی کردن، 4 بار دوگانی کردن در همخیلی عقیده هم هست که دیگر با این زن مقصد دیگر باید زندگی نکنی، با این زن دیگر همخوابگی نکنی، این زن گویا که مقصد خلیفه می شود، باید که این زن مقصد شوش زن بته و دیگر این چیه حرفا هم حرفای بی اساس هست. این حرفا یگان اساسی نداره. برای همین مقصد خواهر ما هرگاهی که دوگانی کم که آوردی، سه‌گانی کم که آوردی، شما هیچ وقت نکاح شما به این آوردن فرزند از بینم نمیرود. برادرایی که از نوشاکی‌های الکل اذیت میکشند و میخواهند که از این مشکلی بعد آزاد شوند، بهترین راه حل راتیف الکل است که شرکت شفافرما به شما توصیه میدهد. این دارویی هست که بعد خوردن این شما با الکل نزدیک نمیشوید و شفا مییابید. سلام علیکم. میخواهید که سمیوان ارگینال رو دسترس کنید؟ پس به شما سمیوان ارگینال رو از شفافرما توصیه میکنم. برای بزباله کردن در مدت 1 ماه از 9 تا 12 کیلوگرم وزن میتید و همچنین گردش خون زیاد میکنه، به حرکتی را حس نمیکنه و مشت رو بخواد میکند. مرحمت به متخصصای شرکت شفافرما مراجعه کنید و معلومات های بیشتر را دسترس نمایید. اینها سبب خدا شفافرما هم راز شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانه شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. که اول آخری گناهی تو را خدا بخشیده است. اینقدر نماز رسول اکرم گفتن افلا اکون عبدا شکورا یا عایشه. ای عایشه، آیا من بنده شکرگزار پروردگار نباشم؟ پیغمبر ما و شما را مونسش، رفیقش در شب نماز بود. امروز رفیق ما و شما، مونس ما و شما، برادر ما و شما در شب نماز نیست. ما و شما تا 11 تا 12 تا 1 شب به همان برنامه های نادرستی که در قانون انسان وجود دارد چشمها گشاد، فقط نگاه به سوی همون است. حتی در جایگاه خواب ما و شما با طهارت خواب نمی کنیم. نماز یک جانیه تا که آسیب جین و دیگر مخلوق ها به ما و شما نرسد. امروز مونیسی شب ما و شما شب نشینی هایی که تا 11 و 12 شب و در نزد ما از حرام کرده های خداست، همین مونیسی ما و شما شده است. امروز ما وقت یابیم بازار میریم، وقت یابیم در کوچه می نشینیم، لیکن بر نماز ذوق نداریم. مونیسی ما و شما، یاردمچی ما و شما باید هر زمان نماز باشد. نماز از یک جانب اگر رضاگی پروردگار و خوشنودی خدا باشد، حضرت حذیفه میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حضبه امر فضع الى الصلاه ان احدكم اذا صلى يناجي ربه. این بخاری روایت میکنه.
برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار میگوید این تاجر اراده سفر کردند و در راه میگوید یک مرد پیش راهی او را گرفت و گفت میخواهم که در همین اسب تو همراه تو یک جا سوار شوم و این یک تنگه را برای رهکیرا رهپولی مرحمت به تو تسلیم میکنم و من هم به همون منزلی که شما میروید همونجا میروم، مرا نمیبری. این مرد خدا ترس در حال ویم در اسب سوار کرد. آمدن به یک بیش هزار میگه رسیدن و این مرد از عقب نشسته گفت این راهی که تو رفته ایستاده راهی دراز است، اگر به این جانبی که من به تو اشاره دارم به این جانب اگر میانه بر میگویم ما و شما، اگر با این جانب رویم باز راه کوتاه‌تر میشود. این تاجر گفتن من به این جانب راه را ندیدم. گفتن من تو را راهنمایی میکنم. این حضرت میگوید اسب را همون جانب گردانید. میگوید در یک جای رسیدیم که علفهای بلند داشت و نگاه کردم که استخوان‌های زیادی آدمیزاد در اونجا پرتافته شده است و این مرد میگوید در حال مرا از بالای اسب تیله کرد، در زمین زدم و کارد خود کشید و گفت الحال من تو را هلاک میکنم و آن مال و ملکی که در دست خود داری اونها را همه را برای خود ذخیره میکنم. این مرد گفتند مادام نیتی تو این ناپاک این باشد اجازت نمیدهی که من 2 رکعت نماز خوانم و پروردگار خود راز گویم، بعد او میلش من راضی هستم. این ظالم گفتن امین استخوان‌هایی که در پهلو میبینی همه امینها هم مثل تو گفت آرزو داشتند، آرزو کردند و از من طلب کردند که 2 رکعت نماز خوانی. من به آنها اجازت دادم لکن نماز به آنها دستگیرم نشد. این حضرت که از تحت دل نماز میخواند، نماز ریایی نداشت، نماز برای مردم نشان دادن نداشت، نماز صدقاً بود. گفتن میلش، گفتن هر چی باد آباد من 2 رکعت نماز خوانم. گفتن خواندن بگیر. این حضرت میگه جای نماز پرتافتن شروع کردن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سوره فاتحه را تا آخر خواندن. مادامی که خوف این ظالم در دل او غلبه کرده بود دیگر زمی سوره یادش نمی آمد، نمیدانست کدام سوره را بخواند. هر چی فکر میکرد در یادش سوره نمی آمد. در حال میگه در زبانش سوره دور گشت از سوره نحل اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این آیت میگه در زبان این تاجر در حرکت در آمد که معنای اینه مفسرای قرآن میگوید این است که کیست آن ذاتی که بنده که در مشکلات افتیده باشد او را دستگیر شود و بدیها را از این بنده دور سازد. کیست همچنان ذات؟ این ذات کی است؟ این ذات همون ذات یک و یگانه هست. وقتی میگوید خان نماز و سلام داد، نگاه کرد که یک اسب یک سواره دارد و چنان با یک صورت تیز بالای این ظالم میگد هجوم کرد و این ظالم میگد سری او را از بدنش جدا کرد و این تاجر گفتن ای دوستی خدا، گفتن
بسیار موافق آمدی و در وقت ضرورت آمدی، تو کی هستی؟ گفتن من خادمی اما یجیب المضطر هستم، من خادم همون ذاتی هستم که تو به سوی درگاه او فریاد زدی. اون ذات مرا روان کرد تا که تو را از این دست ظالم نجات دهم. رسول اکرم نماز که می‌خواندن، در نماز یاردم از جانب پروردگار طلب می‌کردند. از این خاطر این نماز ما و شما از یک جانب اگر خوشنودی خداوند باشد، از جانب دیگر همه حادثه ها را رفع می‌سازند، همه مشکلات را دور می‌سازند. اگر شما صدقاً در بالای جای نماز از خدای خود زاره و تولا کنید، خدای شما فریاد شما را میشنود، خدای شما حاجت شما را میبرارد. خداوند خود میگوید من چنان به شما نزدیک هستم که حتی از همین رگ خونگرد گردن شما هم دیدم، از این رگ به شما نزدیکتر هستم و صدای شما را میشنوم و حالت شما را میبینم. آیتی که تلاوت کردیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون، سوره مؤمنون است. آیه های 9 تا 11 او هست. میگوید خداوند آن کسانی که 5 وقت نماز را خواندند، چی زن باشد چی مرد باشد، چی موی سفید باشد چی کمپیر باشد چی جوان باشد، 5 وقت نماز وقتی که میخواند، اولئک هم الوارثون، خدا میگوید اینها میراث برنده هستند. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند اینها میراث میبرند. الذین یریثون الفردوس هم فیها خالدون. چی میراث میبرند؟ اگر پدر ما و شما از دنیا گذرد، ما فرزندهای او مال او را میراث میبریم. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند چی میراث میبرند؟ خدا گفت که اینها فردوس را میراث میبرند، فردوس را میراث میبرند و در همین فردوس هم فیها خالدون، مخلد در اینجا میلیون ها سال راحت فردوس میبینند. کسی که 5 وقت نماز ادا میکنه. رسول اکرم میگوید اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هر وقتایی که شما میخواهید که در جنت وارد شوید، از جنت فقط فردوس طلب کنید. فإنه اعلى الجنة و اوسط الجنة، زیرا فردوس در بین جنت جایگیر است و بالای جنت فردوس واقع است. منه تفجر الانهار. رسول اکرم گفت فردوس صفتش این است که تمام آبها، چشمه ها از همین فردوس جوش میزند، بیرون میشود و در تمام اطراف جنت دور میگردند. مرکز اساسی فردوس است. و فوق عرش الرحمن، و فوقه عرش الرحمن، بالای فردوس رسول اکرم گفت عرش پروردگار میایستد. شما وقتی که جنت طلب میکنید، فردوس طلب کنید. فردوس کیها میراث میبردند؟ کسانی که 5 وقت نماز دارند، 5 وقت نماز میخوانند، صدق از برای خدا میخوانند. عن ابی مسلم تغلبی قال، ابی مسلم تغلبی روایت میکند که دخلت علی ابی امامه و هو فی المسجد. من روز نزد ابی امامه رفتم که وی در مسجد نشسته بود. فقلت یا ابی امامه حدثني منك انك سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من گفت از نام تو یک حدیث شنیدم ای ابی امامه
که از نام تو روایت کردند که گویا که پیغمبر خدا گفته باشد. چی گفته باشد؟ من توضأ فاسبغ الوضوء غسل یدیه و وجهه و مسح علی رأسه. شنیدم که شما ای ابی امامه گفته بوده این که از پیغمبر خدا شنیدم کسی که طهارت میکند، کسی طهارت میکند و در بهترین صورت طهارت میکند، طهارت سراسیمنی، طهارتی که در هر یک شستن اعضا بسم الله الرحمن الرحیم گفته هر یک موضع را از آب تر میکند. بعد از آن رسول اکرم گفتند بعد این روی خود میشوید، پایهای خود میشوید، بالای سر خود محض میکشد. ثم قام الى الصلاة المفروضه. بعد از آن آمده در نماز فرض قائم می شود. غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت الیه رجلاه و قبضت علیه یداه و سمعت الیه اذناه و نظرت الیه عیناه و حدث به نفسه من سوء. پیغمبر خدا گفتند همان روز چی گناهی که پاها کرده باشد، چی گناهی که دستها کرده باشد، چی گناهی که چشمها کرده باشد، چی گناهی که گوشها کرده باشد، خداوند با این 5 وقت نمازی که وی خوانده است همگی را مغفرت میکند، همگی را مغفرت میکند. فقال والله سمعته مرارا من النبی. این ابی امامه گفتند ای ابو مسلم گفتند به خدا قسم این حدیث من 1 بار نه بلکه 10 بار از زبان پیغمبر شنیدم که می گفتند که هر کسی 5 وقت نماز ادا کند این مکافات ها در خداوند وی نائل میگرداند. این از اهمیت نماز، این از فضیلت نماز برای هر کدام ما و شما. رسول اکرم میگوید من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامت. کدام زن و مردی که 5 وقت نماز محافظت میکند، 5 وقت نماز میخواند، تنبلی نمیکند، کار دنیا پیش وی نمیگیرد، بیماری پیش وی نمیگیرد، لباس های بی نماز دارم گفته پیش وی نمیگیرد. 5 وقت نماز اگر کسی ادا میکند وی در روز قیامت نجات دارد از عذاب خداوند و برای خود دیپلم دارد، برای خود دیپلم دارد. چگونه که ما و شما در دست یک دیپلم میگیریم، یک حجت میگیریم و در هر کارخانه‌ای که میرویم و نگاه میکنن که در اصل ما خواندگی هستیم و ما را در همون کارخانه قبول میکنن، این نمازها برای ما و شما انا همون دیپلم میشود، انا همون حجت میشود، در دست ما میدهند. این کلید بهشت میشود. این ما و شما نشان میدهیم، ملائکه ها ما و شما را میگن داخل شوین در جنت. اگر همین اجازت نامه در دست ما و شما دادن نشود ما و شما وارد جنت نمیشویم. کسی 5 وقت نماز دارد، تصور کنه که خدا باید چی داد؟ اجازت نامه ورود جنت داد. لیکن در دوام حدیث گوش می اندازیم و من لم یحافظ علیها. لیکن کدام بدبخت و ناشکری که 5 وقت نماز نمیخواند، 5 وقت نماز در سستی دارد، در 5 وقت نماز بی پروا است، لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا و کان یوم القیامت مع فرعون و هامان و ابی ابن خلف. چه وعیدی سخت است، چه ارزنده هستند این طایفه بی نماز. رسول اکرم گفت کسی که 5 وقت نماز نخواند،
این نعمت پروردگار در کفران کرد، ناشکری کرد. اینها در روز قیامت نجات ندارند. اینها در روز قیامت اجازتنامه ندارند، بلکه اینها چیکار میکنند؟ اینها روز قیامت پدرشان وارثشان فرعون است. فرعون فقال این ربکم الاعلا. این بدبخت گفته بود من خدا هستم. بی نمازها همراه فرعون هستند. هامان گفته کی را میگن؟ وزیر این بدبخت، وزیر فرعون هامان بود. کسانی بی نماز همراه هامان هستند و کسانی بدبخت بی نماز همراه ابی ابن خلف هستند، دشمن سرسخت‌ترین پیغمبر ما و شما. کسانی بی نماز در بعض روایت قارون هم آمده است. آدمای بی نماز همراه قارون هستند. من میخواهم که شمس الدین ذهبی را همراه بعضی از مفسرین، چرا پیغمبر خدا فرعون گفت، چرا پیغمبر خدا هامان گفت، چرا پیغمبر خدا قارون گفت، چرا پیغمبر خدا ابی ابن خلف گفت، چرا گفت؟ این عبرت است. میگوید اگر کدام پادشاهی که نماز نمیخواند وی همراه فرعون است، زیرا فرعون چی نگذاشت که نماز بخواند؟ سلطنت، پادشاهی نگذاشتش که وی نماز خواند. هر پادشاهی که در دنیا نماز نمیخواند وی همراه فرعون است، گفت شمس الدین ذهبی و دیگر مفسرای قرآن. و کسی که برای چی هامان ذکر شد؟ هامان وزیر بود. کدام وزیری که نماز نمیخواند وزیری او سبب می شود و وی بی نماز از دنیا میگذرد، وی همراه هامان است. قارون چرا ذکر شد؟ وی ثروتمند بود، وی بی نهایت میلیاردر بود، وی در همون بانک های شویتزاریا بگیم پول داشت، مال داشت. وی برای چی ذکر کرد پیغمبر؟ برای آنکه کدام انسانی که میلیاردر است، کسانی که ثروتمند و دولتدار هستند و همین ثروت و دولتشان مانع شد و آنها را نگذاشت که نماز خوانند، و همراه قارون است. ابی ابن خلف چرا ذکر شد؟ این بدبخت ناکس، این خدازده در دوره های پیغمبر خدا روپروی پیغمبر آمدن و گفتن ای محمد، گفتن صلی الله علیه وسلم، من گفتن یک اسب را تربیه دارم، یک اسب را فربه کرده ایستاده هم. برای چی گفت محمد؟ گفت برای هلاک تو ای محمد. من بالای این اسب سوار می شوم، هجوم بالای تو میکنم ای محمد و تو را نابود میکنم. این اسب در خانه بهر این من تربیه دارم. این کس نمیداند که محمد بی صاحب نبود. این بدبخت نمیدانست که محمد چنان پشتیبانی داشت که دنیا را در یک میجه زدن نابود میکرد. محمد این گونه صاحب داشت. مدعی خواست، سعدی میگوید مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. مدعی میخواهد، امریکا میخواهد، انگلیا میخواهد، ژاپن میخواهد که مسلمان ریشه کن کنه، لیکن مسلمان صاحب دارد، خدا دارد، خدا پشتیبانش میشود. انشاءالله اینا ریشه کن میشوند. اینا هیچ وقت غالب بالای ما و شما نمیآیند. وقتی که خدا خود میگه ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، همه شما بی پروا باشین. ای امت تاجیکستان، ای مردم تمام مسلمان بی پروا باشین که من خود قرآن فراوردم، من خود قرآن روان کردم، من محافظه قرآن هستم. اینا کسی تا قیامت نابود کردن نمیتونه، کسی نمیتونه. محمد اقبال میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. محمد اقبال خدا رحمت کرد، من اون زیارت کردم. میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. برای چی ما بی پروا هستید؟ برای چی بی پروا هستید؟ از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی.
ما استوار به همین آیتیم، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون. ما استوار به همین آیت هستیم که خدا خود وعده میکند که ما پشتیبان مسلمان هستیم، ما پشتیبان قرآن هستیم، ما تکیه به همین آیت داریم. از فنا این قوم بی پروا هستی، استوار از نحن نزلنا هستی تا خدا ایطفی او فرموده است از فسودن این چراغ آسوده است. خدا میگوید تا وقتی که من خود این چراغ پوف نکنم، این چراغ تا زمانی که من خود خاموش نکنم، اینا هیچ کس خاموش کردن نمیتونه. این چراغی هست که هر روز چراغ احمدی را حق بافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت، کسی را پوف میکند و خود میسوزد. هیچگاه قرآن نمیسوزد، اسلام نمیسوزد، اسلام شکست نمیخورد. این ابی ابن خلف فکر کرد که من این اسب تربیه کرده ام قطعی محمد را هلاک میکنم. چی میداند که از دست محمد او هلاک میشود؟ ای بریده آن لب و حلق و دهان، به این دشمنان اسلام رومی مراجعت میکند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان، توف برویش باز گردد بیشکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. این توفی که اونها دارن، این هجوم هایی که اونها دارن، اینها میگوید به سر خود ایشان می آید. اینا در آسمان هیچگاه جای نمیابند که اونها استوار شوند. جنگ احد بود، این بدبخت در همون اسب تیار سواره خود سوار شد. از اون جانب محمد بود صلی الله علیه و سلم، از این جانب این مشرکان عرب با همراهی ابو سفیان که این جنگ را بیشتری پول از جانب ابو سفیان شد برای طرفداری مشرکان. از اون جانب حرکت کرد ابی ابن خلف با اسب خود. صحابه پیغمبر گفتند که رسول اکرم اون ناکس هم با تو میخواهد هجوم کند. رسول اکرم گفتند بگذار پیش بیاید. ابی ابن خلف نزدیک آمد. رسول اکرم یک نیزه را برداشتند و جانب این دشمن سرسخت حواله دادند. این نیزه آمد، راویا میگویند در گردن ابی ابن خلف زد. از ضرب سخت محمد ابی ابن خلف بر زمین زد و از جای خود خیست، در اسب سوار شد و پس گشت، از میدان جنگ برآمد. ابو سفیان خنده کرد، گفته ابی ابن خلف در گردن تو اونقدر جراحی و از بینی نیست که تو مثل گاو فریاد زده ایستاده ای. گفت ابو سفیان گفت قسم به لات و عزا، وای به خدا باور نداشت، به همون هیکل ها باور داشت. گفت قسم به همون لات و عزا که تو میدانی که این ضربه کی است؟ این ضربه محمد است، این ضربه آدم عادی نیست، این ضربه محمد است. گفت و گفت به خدا قسم، گفت به همون لات و عزا قسم که اگر این درد که در گردن من است اگر در مردم حجاز تقسیم کنی همش هلاک می شود. و این ابی ابن خلف با همین داد و با همین فریاد بدبخت از دنیا گذشت. روز قیامت بی نمازهایی که به تجارت مشغول بودن و تجارت اونها را نگذاشت که اونها نماز خوانند. ابی ابن خلف تاجر بود، در زیر بیرق ابی ابن خلف میخیزند. کدام تاجره که امروز نمیخواهد یا اینکه دکان نمیتواند که در او را دروازه او را بپوشد و نماز جمعه خواند و نماز 5 وقته خواند، فردای قیامت در زیر بیرق این ناکس، این نالایق ابی ابن خلف سر میبردارد. چی ناخوب است، چی زشت است،
چی شرمندگی هست که آدم در زیر بیرق فرعون، در زیر بیرق هامان، در زیر بیرق قارون، در زیر بیرق ابی ابن خلف خیزد. چی خوش است که ما و شما در زیر بیرق محمد اگر سر برداریم. چی خوش است که اگر ما و شما در زیر بیرق ابوبکر اگر سر برداریم. چی خوش است که در زیر بیرق عمر که در محراب از دست فیروز ابولولوی مجوسی زده شد، روده ها برآمدند، حضرت فریاد زدند آیا عبدالرحمن ابن عوف هست؟ گفتن هست. گفتن پیش در آمد حضرت در همون حالت از پس عبدالرحمن ابن عوف نماز خواندن عمر ابن الخطاب، در حالتی که روده های مبارک کشال بدن، نماز خواندن، تمام کردن. اونها مثل ما و شما مثل دانچین، مرغ دانچین نماز نمیخواند، بلکه 2 رکعت نمازی او ساعت دوام میکرد. حضرت طاقت کردن نماز خواندن. چی خوب است که ما و شما در زیر بیرق عمر سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق عثمان سر برداریم. چی خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق علی سر برداریم. این برای ما و شما خوب است. خوش به حال همون خانواده ای که اصلاح شده است. خوش به حال همون زن و مادر و کودکایی که در خانه سحر میخیزند، با یک حالت وزنی چشمها را میشکند، خواب اونها را غلبه میکند. لیکن ایمان، لیکن این مردی بزرگی که در خانه سرفرمانده خاندان است، اونا را بیدار میکند و جای نمازها پرتافتگی نماز میخوانند. خوش به حال اون خاندان چه مبارک خانه هست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بی قدرترین، بی حیاترین، شرمنده ترین انسان در روی دنیا نفری هست که نماز ندارد. در بین تمام ملت، در بین این 7 میلیارد آدمی که در دنیا زندگی میکند، رسول اکرم گفتن لا سهم گفته قدر قیمت میگن. قیمت ندارد شخصی که نماز نداشته باشد. بی آبرو هست، شرمنده هست. یک شیخ خواستن که سفر کنن و سفر او با طریق راه بحر بود. آمدن نزد ساحل و کشتی منتظر بود. حضرت در کشتی نشستند. وقتی که کشتیبان کشتی را حرکت دادند، در بین ساحل رسیدند، این شیخ به همین بحر نگاه کرد که حیوانهای آبی یکدیگر را میخورند. حتی نگاه کرد که ماهی را میخورد. شیخ در حیرت افتاد، این چی معامله باشد که حیوان را میخورد؟ این بار اول میبینم که ماهی را میخورد. کشتیبان فریاد زد، گفته دوست خدا این چی معامله هست که امروز من میبینم؟ گفتن ای شیخ، گفتن این 10 سال شد که من در این ساحل، در این دریا مهنت میکنم، کشتی خودم میرانم، این احوال را مشاهده میکنم که حیوانهای دریا یکدیگر را میخورند، حتی ماهی‌ها را میخورند. شیخ در حیرت افتادند و در حال برای سیر این آشکار کردن جای نماز پرتافتند و سوی پروردگار خود مناجات کردند، خدایا از سیر این ما را خبر بده. این چه احوال شد؟ این دهشت است، گو این مصیبت است. مناجات آمد. ای دوست خدا، گفت باره در این کنار بحر یک شخص بی نماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت.
از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. از یک آب دهان بینماز امروز در این داخل بحر مصیبت است. امروز حیوانها به حیوانها هجوم دارند، ماهیها یکدیگر را میخورند. از چی حساب؟ از حسابی که این بینماز آب دهان خود در بحر پرتافت. وقتی که اگر آب دهان او اینقدر ضرر داشته باشد، پس وجود او در بین این بالای زمینی که دور میگردند چقدر ضرر دارد. میگوید زمین روز 3 بار به سوی پروردگار زاره میکرده است: ای پروردگارا به من رخصت بده. چی رخصت بده؟ رخصت ده که تا 3 طایفه را در قعر خود کشم، عذاب دهم. خداوند میپرسید است: ای زمین اینها کیا هستند؟ میگفت است: یکم کسانی که مردم را بیگناه خون میریزند، مردم مسلمان را بیگناه خون او را میریزند، این طایفه را من طلب دارم. و دوم این طلب من این است که کسانی که از زنا در بالای من غسل میکنند، وای به حال جوانی که زنا میکنی. زمین امروز مثل همون سگی که به سوی یک انسان غرس دارد، صدا میبرارد که وای کشاده کنند تا که وای کنده کند، پاره پاره کند. امروز زمین نسبت تو غضب دارد که پروردگارا آن موی سفید است، وای زن است، وای کمپیر است، دختری جوان است، جوانی جوان است. خدایا بر من اجازت ده تا که این طایفه‌ای که از زنا در بالای من غسل میکنند، اینها را من چیکار کنم؟ به فرو در شکم بی خود بکشم. اونا فکر میکنند زناکار که زنا کردم غسل کنم پاک میشم. تو پاک نمیشه. از زنا انسان پاک نمیشه، وای دایم جنوب است.